سلام بچه‌ها. یه مدت نبودیم، درگیر یه سری کارا بودیم. الان دوباره اومدیم براتون یه ویدیو تقریبا آموزشی که خیلی بچه‌ها سوال میکنن راجع به کج رفتن اسکیتشون. معمولا یه سری اسکیت نو میگیرن، از اول کج میره، یه سری‌ها خب اسکیت یا مثلا قطعه‌شون خراب میشه، بعد اسکیتشون شروع میکنه کج رفتن ولی دلیلش رو نمیدونن. اینو ما امروز کامل میخوایم بهتون توضیح بدیم که دیگه خودتون دلیل کج رفتن اسکیتتون رو بفهمید و خودتون مشکلش رو حل کنید. خب اولین چیزی که لازمه بدونید راجع به تک تک قطعات تراک اسکیت بورده. تراک اسکیت بورد از چندین تا قطعه تشکیل شده که میتونم بگم مهمترین قطعه اسکیت بورد تراک اسکیت بورد میتونه باشه، مخصوصا برای کسایی که حالا چه حرفه‌ای ان چه تازه شروع میکنن. برای کسایی که تازه کارن هم خیلی مهمه. چرا؟ چون که تراک اسکیت بورد حکم فرمون ماشینتون رو داره که میتونه ماشینتون رو هدایت کنه یا وسیله نقلیه‌تون رو هدایت کنه. اگر فرمون ماشینتون خراب باشه هیچ وقت با اون ماشین نمیتونید درست رانندگی کنید. تراک اسکیت بورد هم دقیقاً همین حالت رو داره. تراک اسکیت بورد یه وسیله خیلی ساده ایه. قطعاتی که داره میتونم بگم هنگر تراک، این قطعه آلومینیومی بزرگیه که اینجا شما دارید میبینید و داخل هنگر اکسل تراکه که یه لوله رزوه شده است که سرش مهره بسته میشه و چرخاتون روی این قرار میگیره. پایه تراکه یا بیس پلیت بهش میگن. بعد پایه تراک و هنگر به وسیله چند تا قطعه پلاستیکی که از جنس پلی اورتانه به هم وصل میشه. چرا پلی اورتانه؟ به خاطر اینکه پلی اورتان خاصیت ارتجاعی خیلی خوبی داره یا خاصیت فنری خیلی خوبی داره. بعد اینا از طریق این قطعه فلزی به هم وصل میشن. روی بیس پلیت یا پایه تراک کینگ پین اسکیت سوار شده، کینگ پین تراک سوار شده که روی کینگ پین بوشینگ میاد. دو تا قطعه پلاستیکیه و روی بوشینگا واشر بوشینگ داره. یه وسیله پلاستیکی هم روی بیس پلیت یا همون پای تراک هست که هنگر به اون وصل میشه، اسمش کاپ تراکه. این کلیت یه تراک اسکیت بورد بود. حالا توی توضیحاتم من اول اینا رو گفتم بهتون که شما اسما رو بدونید که حالا دلایل کج رفتن اسکیت بورد رو وقتی بهتون میگم دیگه متوجه بشید که هر قطعه‌ای که لازم باشه اگه عوض بخواید بکنید اسمشون چیه و چجوری باید عوضش بکنید. اول چند تا دلیل ساده و که احتمال داره اسکیتتون به خاطر اونا کج بره اونا رو اول میگم، بعد میریم سراغ جزئیات تراک و قطعات تراک که مثلا به دلیل اونا امکان داره اسکیتتون کج بره موقع پاس زدن یا موقع راید کردن. اولین دلیلی که امکان داره اسکیتتون کج بره کج بسته شدن تراکتون روی تخته است. موقع که تراک اسکیت رو روی تخته قرار ببندید حواستون باشه که تراک رو صاف قرار بدید، روی تخته اسکیتتون به هیچ طرفی زاویه نداشته باشه. بعد 4 تا پیچ رو به صورت ضربدری میبندید. یعنی مثلا اگر اول پیچ شما سمت راست بالا رو بستید، پیچ بعدی باید پیچ سمت چپ پایین باشه. همینجوری ضربدری پیچ ها رو ببندید که اون تراک صاف میشینه سر جاش. یکی از دلایل ممکنه این باشه. دومین دلیل ممکنه روی اسکیت رفتید، پیاده شدید، چون اسکیت نوعه تراک اسکیتتون به خاطر که بوشینگاش هنوز خوب جا نیفتاده ممکنه به یه طرف حالت بگیره و شما متوجه نشید. باید چک کنید تراک اسکیتتون اکسل هنگر تراکتون به هیچ طرفی زاویه نداشته باشه. هنگر تراکتون باید صاف دقیقاً روی به قول معروف خود بیس پلیت یا پایه تراک قرار گرفته باشه. اگه به طرفی جهت داشته باشه با دست میتونید خیلی راحت این کارو بکنید که بیاد سر جاش و اینو بتونید صاف سر جاش قرار بدید. دلایل ساده‌ای که امکان داره تراک اسکیتتون کج بره موقع راید کردن این دوتا میتونه باشه.
حالا دلایل ریزتری هم داره که ممکنه تراک اسکیتتون به یه سری قطعات نو نیاز داشته باشه یا قطعاتش خراب شده باشه. اونا رو هم ریز به ریز بهتون میگم، همه رو باید چک کنید. اگه اسکیتتون نوه، دلیلش میتونه این باشه، این دوتا چیزی که گفتم. اگر اسکیتتون استفاده شده است و تراکتون داره کج میره، باید دونه دونه قطعاتی که حالا بهتون میگم و چک کنید و مطمئن بشید که سالمه. ببینید الان من دو تا تراک آوردم که یکیش نوع یکیش کهنه است، استفاده شده. میخوام قطعاتش رو بهتون بگم که کدوم قطعات ممکنه خراب شده باشه که باعث شه اسکیتتون کج بره. اصلی ترین چیزی که احتمال داره اسکیتتون رو تراکتون رو خراب کنه و 90% اسکیترها اصلا حواسشون نیست، نگهداری از پایه تراکشونه. چرا؟ چون که هیچ وقت پیچ‌های این 4 تا پیچی که بسته میشه به پایه تراک که تخته رو به قول معروف تراکتون وصل کنه، اینو چک نمی‌کنن. تقریبا هر هفته، هر 5-6 روزی که اسکیت میکنید ممکنه این پیچ‌ها شل بشه، باید حتما اینا رو صفر کنید. یعنی باید سفت سر جای خودش قرار گرفته باشه که باعث نشه پایه تراکتون سر جای خودش کوچکترین حرکتی داشته باشه. چون اگر این حرکت رو داشته باشه، تو مرور زمان جای پیچ‌های پایه تراک گشاد میشه و موقعی که شما بازی میکنید احتمالش خیلی زیاده که تراکتون به یه سمت کج باشه و همین باعث کج رفتن تراکتون میشه. یکی از اصلی ترین دلایلش میتونه این باشه. دومین چیزی که احتمال داره باعث شه تراکتون کج بره، کاپ تراکتونه. اگه کاپ تراکتون خراب شده باشه یا پاره شده باشه، افتاده باشه، این 100% باعث میشه که هنگر تراک سر جای خودش قرار نگیره و به یه سمت معمولا این کج میشه و تراکتون کلا کج میره. باید حتما کاپ تراکتون رو چک کنید که هم سالم باشه، هم سر جاش همه چی قرار گرفته باشه. سومین موضوع برمیگرده به بوشینگتون. خیلی ها هستن که بوشینگشون رو انقدر سفت میکنن که کلا فرمانپذیری تراک رو ازش میگیرن. تراک اسکیت برای این ساخته شده که شما بتونید دقیقاً روی اسکیتتون بتونید به اسکیتتون فرمون بدید، نه اینکه اسکیتتون به شما فرمون بده. پس شما باید حتما بوشینگی رو نسبت به وزنتون انتخاب بکنید که تراکتون فرمانپذیری داشته باشه. اگه فرمانپذیری نداشته باشه، خودش باعث کج رفتن و بی‌تعادلیتون میشه و باعث میشه که اسکیت مسیری که خودش میخواد بره، شما نمیتونید اسکیت رو هدایت کنید. پس بوشینگتون حتما باید چک کنید. پیچ کینگ پین و مهره کینگ پین رو نباید انقدر صفر کنید که بوشینگ کاملا فشرده بشه که نتونه به هیچ جهتی جهت بگیره. نسبت به وزنتون میتونید از بوشینگای حالا مدیوم، سافت، هارد، مدیوم هارد و حالا مدلایی که هستش میتونید استفاده کنید نسبت به وزنتون. این بوشینگتون رو باید حتما حواستون باشه که خیلی سفت نکرده باشید. اینم سومین مطلب. چهارمین چیزی که احتمالش بچه‌ها خیلی کم میدن که دلیل کج رفتن اسکیتشون از اون باشه، واشر بوشینگ تراکه. واشر بوشینگ بعد از یه مدت بازی کردن حالت خودش رو ممکنه از دست بده و اینکه مهره کینگ پین میره داخل واشر تراک. خود این باعث میشه که شما هر از گاهی وقتی پیچ کینگ پینتون رو سفت میکنید یا شل میکنید، اون قدری که باید این شل و سفت نشه و اینکه خودش باعث میشه که تراکتون سر جای خودش قرار نگیره، بوشینگا سر جای خودش قرار نگیره و اینکه اسکیتتون رو معمولا به یه سمت میتونه هدایت کنه، سمتی که شما دوست ندارید. پس باید حتما حواستون باشه که واشر، مخصوصا واشر فلزی رویی بوشینگ تراکتون باید سالم سر جای خودش باشه. اگه دیدید گود شده، تو رفتگی داره، حتما عوضش کنید. این خودش باعث کج رفتن تراکتون میتونه باشه. یه دلیل دیگه ای هم که باید چک کنید حتما، هنگر تراکتون یه میله ای ازش رد شده که چرخا روش قرار میگیره که اکسل تراک بهش میگن، بهتون گفتم.
اینا ممکنه توی یه سری حرکات سنگین مثل گپ کردناتون، مثل پرشایی که حالا خیلی ارتفاع زیاده، اینا ممکنه به سمت پایین خم شه. این موضوع باعث میشه که کلا هم چرختون از یه جهت خورده بشه، همین که باعث میشه اسکیتتون کج بره. باید حتما حواستون باشه که اکسل تراکتون صاف باشه. اگه به سمت پایین خم شده باشه، این یعنی کل هنگر تراکتون و اکسل تراکتون خراب شده. باید یا هنگر براش بخرید جداگونه اگه هست، اگه نیست باید تراکتون رو عوض کنید. این کل دلایلی بود که میتونه اسکیتتون کج بره. در صورتی که اسکیتو و تراکتون یه اسکیت استاندارد باشه. اسکیت های غیر استاندارد ممکنه از روزی که نو هست کج بره و اینکه هر کاریش هم بکنید، اگه بوشینگشو به نسبت وزن خودتون عوض بکنید، اگه هر کاری بکنید ممکنه این درست نشه. پیشنهاد من هستش که اگر اسکیت تهیه میکنید اول از استاندارد بودنش مطمئن بشید، بعد اون اسکیت تهیه بکنید که وقتی که خرید میکنید هزینه دوباره نکنید و ذهنتون درگیر این نباشه که چرا اسکیتتون کج میره، چرا مشکل داره، مثلا بخواید کلا مشکل‌های اسکیتتون رو حل کنید. امیدوارم این ویدیو به درتون بخوره، ازش استفاده بکنید و اینکه باعث شه که اسکیتتون رو بتونید سالم‌تر نگه دارید.